سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. الین هستم و خیلی خوش اومدی به پارت 3 و آخر ساب مولتی پلیر. حتی که تو ویدیو قبلی گفتم میخوام پارت آخر باشه، پارت بعدی، و بدون معطلی بذار بریم سراغ ویدیو. وان پیس وا اودن نیتوریو میوارا. بازیش نسبتا خوبه ولی واسه اونایی که ماشین بازی خیلی دوست دارن، تو سن بچگی دوست داشته، یا حتی الان بچه ها دارن میبینن یا تا بزرگ سال اونایی که عشق ماشین هستن، بازی رو بهشون پیشنهاد میکنم، ولی نه زیاد. فکر کنم اونا ماشینای بازی های ماشینی که ماشین واقعی داشته باشه، نه ماشین تخیلی و بیشتر دوست داشته باشن. برای همین که برای تکراری نشدن این بازی یا دیگه از چشم نیافتن گفتم کلا 3 پارت بذارم. اصلا تو که تو ویدیو قبلی گفته بودم خواستم 2 پارتش کنم، خواستم پارت قبلی ببندم، ولی گفتم نه دیگه، بذار حالا یه پارت دیگه بذاریم ببینیم چی میشه. دفعه با یه ماشین جدیدتر اومدیم و نفر سوم شدیم. ولی من یه چیزی رو فهمیدم، اونم اینه که اگه توی شیبا هستن یا دیگه تو ابو شیبا، اگه بخوای بپری، اگه پریدی یه 2 چرخش بزنی، یه 2 بچرخی، همونجا پیش فرمون اونجا خودش چرخه هستش، کنترل چرخش هستش، همون رو فرمون بزنی میاد. اگه بچرخی یه 2 نیترو یا یه دونه یا نصفی حتی هر 3 تاش واسط پر میشه. خب خیلی قابلیت خوبه. برایش در مورد ماشینم این که ماشینم علاوه 3 نیتروش پر بشه، یه نفر بسه من 3 نیتروش پر بشه میتونه شلیک کنه. این علاوه کاری پریدم جا نیترو پر شده، میتونه شلیک کنه و این فکر کنم نسبتا خوب باشه، چون که میتونه تعادل جلویه رو به هم بزنه. و یه آپشن دیگه هم هستش اون بغل ضبط راست کوچیکه، وقتی که میزنمش یه نیتروهای قرمزی میده به پشتی ها که اگه اونا رو بگیرن نیتروهاشو که پر شده یا یه دوره کمیشه یا هر 3 تاش، حالا نمیدونم، به جای به چرخش میزنیم. ولی هیچ قابلیتی مثل نامرئی شدن نیست، چون که نامرئی بشه بزنه بری و مرئی بشه مثل الان چه قشنگ اومد منو زد و نفر دوم شده. مثلا امروز قسمت نیستش نفر اول شی. اگه بزنه بهت یه مرئی بشه، بیاد تو یه مرئی بشه، میدونه چیه، یه ماشین تو میتر کنه، حتی جلوی خط پایان نباشی میتر کنه بیاره از اول. اگه خیلی شانس داشته باشی حالا خوب بشه. حالا گفتم 3 ریس بریم، مثلا 6 یا 9 یا حتی 3 ریس کامل بریم. اول گفتم همین کار کنم، بعدش گفتم نه آخه تکراری میشه، همین 3 ریس رو بریم دیگه. این پارتم تموم میشه و این بازی رو دیگه میذاریم کنار و میریم انشالله میریم جلوتر و میریم سراغ پارتای دیگه. نیرو چون زبونم میگیره میخوام حرف بزنم. بعدش هم یه چیزی دیگه، این 2 نفر توی بازی 4 نفر هستن، 2 نفر جلو 2 نفر عقب. این 2 نفر جلو هیچ نیتروی نداره، ولی 2 نفر عقب توی که الان توی یه دقیقه بیشتر این 2 نفر عقب حداقل 2 نیتروشو پر میشه یا 1 و نصف. نمیدونم چرا، این تضمینات خود بازیه دیگه. حالا یه بار فکر کنم بتونی بالا اول بشی. در مورد صدوقاشم الان آکوری وقتی که توی حالت این هستید، توی حالت این 3 نیترو وقتی میزنید هستید، اگه بپرید هیچی به تو نیترو زیان نمیده. و این دفعه هم نفر سوم شدی. اصلا میگم امروز کلا هست شانس به یار نیست. ولی چند وقتم که نبودم به جا شورت ویدیو گذاشتم، ولی چند وقت که نبودم دیگه درگیر امتحانات نمونه دولتی و دیگه امتحان نوبت دوم و گشادی و باشگاه و اینا، ولی 90%ش 99.9 بهش فقط به خاطر گشادی بودش. ولی سعی کردم شورت ویدیو رو بذارم که فعالیت یوتیوب فعالیت چنل بره بالا. یه نه باکس یه صدوق گرفتیم. خیلی خوب دوستان، امیدوارم که از این بازی خوشتون اومده باشه. دیگه پارتای آخرش اینم ماشینامون بود. اگر بازی های دیگه سراغ داشتی حتما توی کامنت ها بگی. و تا این ویدیو دیگه خداحافظ و بوست بای. You know just what you do to me.
Play my emotions like a pair of puppet strings.